نه من دیگر این خیل طاقت کردن نمیتوانم. بین باز در رو زده ایستاده است. از جانم سیر شدم. باقشم غم میدهد بیاقشم غم میدهد. کنی رو به من ده. چی کار میکنی؟ حاضر میبینی ایستو. بحث سکنون عقلت به جایش آمد. خیز کنیکن در روزن. تو چی کار کردی؟ آخر لباسای ترش رو میبینند. گویا چیزی که تو میتواند باید از ما ترسد وگرنه ما رو زیر پا میکنند. خیرت با سیاحت نرفتیم وگرنه برگشته چی چیزهایی رو که در خانه نمیدیدیم. با فکرم تو از این خرسندی. چی گفتن میخواهی؟ برای با من تنها نماندنت هرچی از دستت آید میکنی افسون. ما پیش از توی خیلی نزدیک بودیم. راست با چشم یکدیگر مینگریستیم. از دهان تو سخنان شیرین میشنیدم. بعد از توی گویان افسون رفت و با جایش دیگری آمد. بسرم فکرهای هر خیلی میآیند. چه خیلی فکرها؟ از کجا دانم؟ شاید از خانه دار شدنت پشیمانی. به خدا شرف راستش رو گویم من زندگی ما رو چنین فکر نمی کردم. میخواستم یک جای حیات شیرین رو پس سر کنیم اما مادرت از یک طرف همسر بیمارت از طرف دیگر همه به اینجا زنبور بر این چسبیده ماندن. من هم دلگیر شدم. لبای سنم جان مایلش حاضر می اویم. تو زحمت نکش حاضر من خودم می اویم. چرا غم نزدی؟ هیچ. تلفنش خاموش شد. در پیش نوزی راه هست من جواب می دهم. شرف زنی در برد بوده پینور است. چرا خاموش کردی؟ هیچ. با فکرم موج تلفن ها خوب کار نمی کند برای همین خاموش شد. ای خدا. من در همینجا می فرایم. من تو رو تا بانک میبرم افسون. نه اون طرفش رو پیاده می روم هوای تازه می گیرم. افسون تلفن. خانم افسون چی میگویند؟ خانم افسون چی هم میگوید؟ گفتم که همش رو حل میکنم. مگر شما یگان دوست داشته ندارید؟ رفته سیر و گشت کنید و شما نیم روز استراحت. باز چی میخواهید؟ خب میلش تو هم به خود میویی. از سحر بازگیری کرده عصبهایت رو خراب کردی. راست میگوید. چشمانت سوب سوب شده. کنی زود روید. اکنون اینش هم حال شد. هیچ کس نیست چرا گوشک رو نمی بردارند؟
پسرم تو چرا به گپی من گوش نمیکنی؟ من به تو خواب رو نگفتم؟ نمیشود اکا، مادرم رو باید از آنجا نجات دهیم. پسرم تو اول خودت رو نجات ده، همه‌اش آهسته آهسته خوب میشود. مگر شوهرش نیست نگاه بینش میکند؟ نه اکا جان نه. بیبیم امینه همشون انسانگری رو بسی تنگ فروختند. مادرم رو نگاه بین نمیکنند. نه خود استو من کستیومم رو گیرم. استیده که شما با کجا؟ پسرم مگر من تو رو در چنین احوال تنها میگذارم؟ من هم میروم. با کجای روی یک جای میروی؟ اپای دریو، اپای فاطمه، مادر؟ مادر جان برای تو قهوه آوردم. تشکر. دریو و فاطمه در کجایند؟ دریا و فاطمه آنها از حادثه امروز سخت ترسیدند. من به آنها نیم روز استراحت دادم. کمی سیر و گشت کنند خوب در میشود. حجره مادرم قلف است. خواستم از آنها کلید رو پرسم. کلید حجره مادر است؟ امانی خیلی چه سرا امینه جان. خدمتگارها حل میکنند. تو قهوه رو نوش باز خنک نشود. امینه بیبی یک خوب است. همینطور باز آمده با ما جنگ نکند. من با تو تشکر زیاد میگویم. اگر تو نمی بودی مادرم همراه ما نمیموند. وقتی که تو گفتی من میروم من زود از پس لوجی کار شدم. چون که اگر تو نباشه خانه به نظرم خالی میشود. ما در اول آدمانی از پس یاسین بوده را آدمان پینار فکر کردیم، اما بعد از کافتکاب کار رنگ دیگر گرفت. چطور؟ آقای شرف، به فکرم پسر شما با بعضی کارهای سیاه دست زده است. چرا او هیچ اصلاح نمی شود؟ وقتی از حبسخانه برآمدنش به من وعده داده بود. به دام یک جنایتکاری بزرگ افتاده است. مبلغ خانه‌اش را از او می‌گرفته است. حتی مصرف بیمارخانه خانم فریده را هم. حال میکنم گفتنش همین بود است. یاسین هم خودش و هم ما را شرمنده کرد. اگر یگان کس شنود چی میگوید؟ آبرو، شرف، حیثیت. وقتی سخن درباره فرزند می‌رود اینها دویم درجه می‌شود. بهترش آبرویتان را یک طرف مانده فکری آن را کنید که چرا یاسین به این کارها دست زده است. خیر میلش. آقای شرف، اگر یگان سوال دیگر نداشته باشید من کاری زیاد دارم. شما با من سراغ آن جنایتکار دهید؟ من رفته قرض پسرم را پرداخت کنم. نمیخواهم که زنی شرف افیگیل با ما محتاج شد گویند. حالا با او واخورده نمیتوانید. او بیانات میده. او در همینجاست؟ بله، همکارانم بیاناتش را گرفته ایستادند، اما نمیدانم کی به آخر میرسد. انتظار میشوم. البته به آخر میرسد. مایلش انتظار شوید، اما در شعبه پلیس بودنتان را فراموش نکنید. در اینجا تنها پلیس حسابات میگیرد. مرحبا. کمی گوش کن، برای تو انتخاب کردم. خوب باش من موسیقی خودم را گوش کنم. بیا کمی رقص کنیم ها؟ نه تشکر. این سرود به من خیلی معقول است. ها سرودی خوب است.
قهوه رو نوشو خیر خنوک می شود کنی نوش یک مرتبه گوش کن. نه تشکر، همینش خوبه. های بیا رقص کنیم آخر. من رقص کردن نمیتوانم. زودتر روناخی زودتر. خانم راه دراز است، همین قدر می‌رود. نمیفهمی من کاری تاجیلی دارم. فریده؟ تو در اینجا چی کار میکنی؟ کی تو رو در اینجا قلف کرد؟ باوش آمد و زود به نزد آن زنده بیدرم. از من نرنج، اما مادرت
زبی پدرت نداشت. پدرت قدری او را ندانست. ба сухани дуруст чӣ гӯям ака? ҳамааш маълум аст. ба онҳо нони бемеҳнат болаззат намуд. кор намекунанд, азоб намекашанд. دهانی مرا نکاب. گناهی تو هم بزرگ است. همراه آن شغال‌ها گشتن را تو کار حساب می‌کنی. پسرم، من از این راه‌ها کی‌ها گذشتم. از باران گریخته به برف میزنی. آقای قهرمان میگوید که چند روز باز یاسین را ندیده است. حالا ما به گپ‌هایش باور میکنیم. هرچه شما خواهید آقای کمیسر. ما دروغ نمیگوییم. اگر یگان خطایی ما را یابید مرحمت به چشم. آقای شرف پدر یاسین است. میخواهد با شما صحبت کند. همین طور؟ خیر، من شما را تنها میگذارم. آقای شرف، سخنهای مرا فراموش نکنید. مرحمت. از تو چقدر قرض داشتیم؟ ها، ما آن رو با یاسین حل میکنیم. من پدرش هستم، با من حل کن. همین طور؟ مادام یاسین پدر داشت، چرا تا امروز از من پول میگرفت؟ مسئله اویلوی امان است، با تو دخل ندارد. این مسئله هم بین من و یاسین است، شخصی است، بر شما دخل ندارد. گوش کن، مرا عصبی نکن. برای چی با او پول دادی؟ گوش کنید، در دنیای ما داد و گرفت ها در چشم نمایان نیستند. ناموس، غرور، حیثیت، هر چیزی بخشد ما آن را میگیریم. اکنون شما از پسرتان پرسید چیش را فدا کرده است. رفته. دریا؟ فاطمه؟ اگر من درکتی تو دراز کشم عیب نمی شود. اینقدر صمیمیت از حد زیاد نیست مگر؟ صمیمیت؟ صمیمیت چیزی خوب است آخر.
масофаро наздик мекунад. аммо дар аввал ин дарро қулф мекунем. боз бибият омада моро ҳамроҳ набинад. охир одамони калонсол дарҳол фикри бад мекунанд. чаро дар хона касе нест? шумо дар куҷоед? ягон кас омада буд? не, чӣ буд? хизматгорҳо дар куҷоянд? ба худо ман намедонам. модарҷон, ба шумо чӣ шудааст? ранги рӯятон паридааст? дар куҷоянд мегӯям. имрӯз иҷозат пурсидан ман ҷавоб додам. ту дар онҷо чӣ кор мекунӣ? ҳеҷ. кани ба дарун даро. افسون گوره میدونم. صبح بخیر. نام خبردار شدی ماشین در نزدیک درم است. به خانه‌اش رفته است؟ نمیدونم. من حالا همه جا را از نظر میگذارونم. با فکرم میفتم. یک باری دیگر تو را در آنجا بینم پایت را زده میشکنم. فراموش نکن. ایستو 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 آیسته ایستو. گوش کن دمت رو گیر. حاضر همه میشنوند. دمت رو گیر. خاموش. آهسته آهسته. مادر جان خوب هستی؟ هیچ چیز نشده است. کلیدی در نیست مگر؟ با فکرم در دستی خدمتگاران است. کمی پیشتر گفتم نیفتم. دخترم شو دو خیر داد زده خاموش می شود. نه خاموش شو. مادر رفتیم دخترم. اگر خاموش ایستی تو را رها میکنم. تو در اینجا چیکار میکنی؟ من کار ندارم. این جوان برای بردن مادرش آمده است. چه خیلی مادرش؟ همان مادرم که یک جای او رو نجات دادن میخواهیم. ایستا پسرم.
акай камол амина ин туи духтари қадрас шудаӣ از دوزداش رو همراهش آورده است. امینه اینجا بیا. امینه با شما هم سلام خانم نبوغد. میبینم که هیچ تغییر نیافتید. تو نبیرم رو به این کار آلوده کردی ها؟ از پسش آدمان سلاحدار بودن پلیس رو میکوبد. اکای کمال به این کار هیچ دخل ندارد. معلوم است برای همین همراهت است. هرچی میخواهید زودتر گویدون نیست شوید. من شما رو نبینم. به همین هم نیتی ایستادن نداریم. مادرم رو گرفته میره. نمیگیری من او رو با تو نمیدیم. کاری تو نباشه. مادری من است. با مادری من تو چی کار داری؟ تو چی گپ رو نمیفهمی؟ اول پدرت رو آگاه کن و بعد گرفته بر. پسرم پدرت رو انتظار شویم با پدرت صحبت کن. گوش کنید اخی کمال. من دیگر به پدرم چیزی گفتن نمیخواهم. مادرم رو گرفته میروم. خیر پیش از این گرفته بردی بعد چی شد؟ صاحبی کردن نتوانستی باز به نزدیکی او فرستادی. این دفعه این خیل نمیشود. اکا التماس این دفعه نکن. تو گپ رو نمیفهمی؟ نیست کلیدی تخانه نیست. چی؟ شما مادرم رو در تخانه محکم کردید؟ چگونه این سالهای پس هستید شما؟ خدا جزای همه تو رو دید. بی شما چیکار کرده؟ این چی خیل خانه هستن؟ جنگ و جنجالش هیچ تمام نمیشود. شیطان میگوید که از این خانه برآمده رفت. لبای که قهرمان سعید گوش کن. پلیس در همه جا آن ابله یاسین رو میکوبد. من هم. اگر او را دیدی به من خبر ده. اگر یگان کس پرسد تو را نمیشناسی. خوب شد است که خواطر نشوید. همین که اون ابله رو دیدم زود از گریبانش گرفته به نزد شما میبرم. مادر جان یاسین مادر جان من آمدم پسرتان. مادر جان من رو میشنوید؟ تو نمیفهمی کلید مادر جان یاسین من شما رو از اینجا میبرورم. مادر جان آرام شو. ای گذرده. اینجا خانه من است. اجازت نمیدهم که دروی. درون مادری من است. یاسی یک طرف استید اکی کمال. اکای من دروی گفتم. مادر مادرم را همین طور نگاه بین نمودید. لعنتی خدا بر سرتان. اکا تو نادرست فهمیدی. مادرت را گرفته بو بر بعد آمده از ما حساب پرس. بیایید مادر جان. حیفی همه شما
اینقدر بی‌وجدان بودید؟ اکا مجبور شدیم باور کن. مادرت سگ رو کشت میگویم، سگ رو. دروغگویی ها. بیدار مادر. آرام شو آرام شو. بیدار مادر جون آرام شو. پینار نیست فریدا او پینار نیست نفهمی پینار نیست پدر جان شد یک طرفی پدر شدید مادر. در اینجا چی گپ است؟ مادرت را گرفته ببر، دیگر او را به این خانه نآور. با کجا میبرد؟ پسرم از ما چی میخوایی؟ این زن کجا شد؟ من مادرم را از اینجا میبرم. تو ما را مسخره میکنی؟ هر وقتی که خواهی میاری، هر وقتی که خواهی میبری. شرف یک دقیقه گوش کن. پسرت مجبور شده است. چی شد؟ آدم شده مرا نصیحت میکنی؟ آدمگری را از تو باید آموزی. تو آدمگری داری؟ دعوت را گیر الله. من پدرت هستم. امینه با پلیس زنگ زن آمده او را برند. رفتم یاسین نمیارزد. مردی تو. یاسین شد. سرجه دکه کمال مانی چکاری خواد کردن گیر. حاضر پلیس را جک میزند باز حیاتت میسوزد. رفتیم بیا. دیگر با اینجا نه. این دفعه با دستانی خودم تو را با پلیس میسپارم. چی گپ است؟ یگان روزی شما به جنگ و خرخشه نمیگذارد. و فکرم آرام زیسته نمیتوانید. آرام شوید. شد مادر جان آرام شوید. رفتیم. اویست. اون زن در کجاست؟ با زیر زمین فرو رفته است. بیهوده او را نکاپوفتنی بودم. زن را یافتم. خبوتیر شدم. یگان جای نموند که نکفته باشم. دیگر پروا نکن. او را راست به نزد دکتر میبرم. همانجا وا میخوریم. او را نبر. جراحی نکن، لازم نیست. تو دیوانه شدی؟ چرا نقشه را عوض میکنی؟ من اینقدر تیاری دیدم. جراحی رو انتظار شم، صحت شدنش رو انتظار شم. خیر از این به تو گفته بودم که هر چی زودتر باید از او خلاص شویم. این زن به سرمون بلا میآورد. او را نس کن، کشته به یگانجا پرتو. میلش فهمو. من با تو میگرستم. خوب استی؟ فریده با تو هجوم کرده است؟ خوبم. در اینجا چیکار میکنی؟ با کی صحبت میکردی؟ هیچ. یک دکتر شناس داشتم در خصوص بیماری فریده با او صحبت میکردم. البته او را با یگان دکتر نشان دادن لازمه. بغیر از پینار دیگر هیچ چیز نمیگوید. پینار گفته همتون عقلتون رو خورده اید. از روز توی این جانب در زبانی همتون نام پینار است. اینش بس نبود که باز فریده مرا پینار گفته در افتاد. قریب میکش بس است آخی. چیکار کنم افسو؟ میبینی که بیمار است. من نمیدونم آخر یگان چاره یا بدیلم زد. باید مرا سر میدادید. آن خونه رو چپه و راسته کرده مادرم رو گرفته میرفتم. پسرم پدرت پلیس رو جه زدنی بود. من از یگان خیل پلیس نمیترسم. دنیا رو برای مادرم میسوزانم. با این رو حیات خودت رو میسوزانی. پدری بی عقلت در حقیقت راست میگوید. تو مادرت رو نگاه بین کرده نمیتوانی، زیرا تا تایی بینیت در گناه غوطیده ای. اول باید خودت رو نجاتی، بعد حیاتی نبی رو آغاز کنی. چخیل اکا چخیل. همش با عیبی تو گناهگاری. تو را به این راه بردی. اگر بیاید پایهایش را میشکنم. من گناهگارم؟ تنها من؟ باری آخر کی به خانه آمده بودی؟ از حال دخترت خبر داری؟ حتی نمیدونی که دخترت در سیلوی چندم میخواند؟ کفایه. همین که دخترتان را صحت و سلامت یافتید شکر گویید. غوغا نکنید. به یکدیگر داد زده گناه را به سر یکدیگر پرتافته برای آرام کردن وجدانتان کوشش نکنید. نگاه کنید.
هر روز ده ها کودکان را به مثل الف از کوچه یافته می‌آوریم. همه‌شان یک نارسایی دارند، به مهری را که در خانه نمی‌یابند از بیرون می‌جویند. بسیاریشان به خانه بر نمی‌گردند. بسیاری عائله‌ها با سردی سالهایشان را سپری می‌کنند. بعضی دیگرشان باشند جسد فرزندشان را با آغوش می‌گیرند. خوش به حال شما که الف را صحت و سالم یافته به شما سپردیم. اگر فرزندتان را دوست دارید او را حمایت کنید. الف را بیارید. با او با خوبی رفتار کنید. الف دخترم، جانی مادر، خوب هستی؟ التماس مرا جنگ نکنید. نه دخترم، الف جانم، خود من تو رو جنگ کنم. دیگر نرو، مایلش مادرت رو زیخ نکن. جانکم، دخترم الف، ما را سخت ترسوندی دخترم. دیگر تکرار نمی شود پدر، قول می دهم. من خیلی پشیمانم. تشکری زیاد رفیق کمیسر. می توانید روید. رفتیم دخترم. رفیق کمیسر، خبر درباره پینور آزگور راست بوده است. رفیقانمان خانه را کافتند، لیکن در درون خانه کسی نبوده است. این خانه را باید من یک بار رفته بینم. به آنها خبر ده تا آمدن من به هیچ چیز دست نرسانند. اطاعت رفیق کمیسر. من اینجا نمیدرویم. فریده، در اینجا کسی نیست. نگاه کن، در اینجا من و امینه هستیم. در رو هم میپوشیم. امینه در رو پوش. نگاه کن، بغیر از ما دیگر کسی نیست. بشین. پدر، مادرم رو در اینجا نگذارید، میترسد. خوب کن فریده، خوب کن. پدر، شما مرا نمیشنوید. چی کار کنم دخترم؟ نه به بیمارخانه برده میتوانم، نه به خانه خودت گوی چی کار کنم؟ فریده، از برای خدا باز کن. فریده، سرده فریده. پدر؟ یک دقیقه صبر کن. پدر، در زمین خون است. ها؟ این به نزدیکی شده است. مادرت رو بین یگان جاش رو نبریده است. یگان جایش زخمی نیست. با اینجا کسی در آمده است. دکتر، جراحی من شد. از جراحی دست کشیدیم. یک راه دیگری یافتیم، به خوبی حل. خواهید دید که اجل افسون را در کجا دریابیم. مادر جان، در اینجا یگون کس بود؟ التماس یگون چیز گویید. با اینجا کی در آمده بود فریده؟ بینار. پدر، از ترسیدنش معلوم است که چی گپی هست. این چی خیلی شد؟ یعنی پینار در همینجا بود است، در درونی خانه. پینار در تگی بینی همان. چی کار میکنی؟
کار میکنی؟ نکن. از برای شخصی شکایت کرده است. یعنی در اینجا یعنی همین جا پنهان می شده است. خوش آمده رفیق کمیسر. خوش باشه. کویک در آمده بید. چی یافتیم؟ از همسایه‌اش پرسجو شدیم. یک چند سال پیش در همین جا زندگی میکرده است. گویا هیچ کس زندگی نکرده باشد. کودکان اینجا را خانه شخصی نوعیان مینامند. بعضا چراغ خانه‌اش فروزان میشده است و خلاص. از خانه برآمدنش را کسی ندیده است. مادامی که از خانه نمیبرد نفری باید احتیاج او را مهیا سازد، یعنی یک شریک و همدستی. خوش دوامش. یکی از کودکان گفت که در رویش نقاب داشته است، فقط چشمانش مینموده است و خلاص. نقاب؟ بله. مثل همین. چرا آدم رویش رو با اینقدر چیزی بدنمود پوشاند؟ معلوم می شود که رویش بسیار هم زیشت بوده است. کجا می روید خانم افسون؟ التجا میکنم مرا رها کنید. روم التماس. در را پوش. امروز خانه را که پینار در آنجا پنهان می شده است پیدا نمودیم. در غازتپه یک خانه خرابه بوده است. دیوارهایش ریخته، گویا کسی نمیزیسته باشد. اوه خدایا توبه. چی کار کردید؟ پینار رو دستگیر کردید؟ معلوم می شود که پیش از آمدن ما آنجا را ترک نموده است. در خانه بغیر از یک چند اشیا دیگر هیچ چیز نبود. این باشد یکی از آن اشیاها. این چی است؟ با پینار چی علاقه دارد؟ به فکرم در صدمه رویش تماما زیشت شده بوده است. با آن دکتر هم برای همین وامی خورده است. کدام دکتر؟ همان آدمی مستی که به توی شما آمده بود. جراح خیلی با تجربه روی بوده است. بله، در توی او رو من آفریدم. من آفریدگاری اوی میگفت. چی گفتنید که پینار رو جراحی نموده است؟ در آنجا همین رو گفتن میخواست. اگر هلاک نمیشد البته این را میفهمیدیم، اما متاسفانه شبی که باید حقیقت را میگفت هلاک شد. اگر پینار به این کار همراه باشد این کار تصادفاً نیست. کی میداند از کی باز برایمون نقشه کشیده است. لیکن شما درباره چیز انیق گپ نمیزنید. همه گفته هایتون تخمینی اند آقای عزیز. یعنی شما ما رو بیهوده در تهلکه انداخته ایستادید. چیزی انیق همین است خانم افسون که پینار حالا هم زنده است و برای به شما ضرر رساندن فرصت مناسب را انتظار است. زیق نشدی همین طور نه؟ من با تو چی کار کردنم را فکر کردم. انیقتر از چی کار کردنم را میدانم و بعد به خود یک راهی مناسبی یافتم. امیدوارم به تو پسند می آید. حاضر به تو همش را یک یک نقل می کنم. این اقرب ها کارشان معلوم است، میگذن.
جایهایی را که عقرب ها میگزند اول به سوختن میدرآیند، بعد از آن درد جانسوز سر می شود، قلبت آهسته آهسته می تپد، نبضت زیاد می شود، از سر و رویت عرق می شود. همش همین. تمام. فکر نمی کنم که از این دیده راه بهتر باشد. من اکنون شما رو تنها میگذارم. خیر، من اکنون میروم. یگان چیز پیدا کردیم، باز به شما خبر میدهیم. آقای کمیسر، باید به شما یک چیز گویم. با فکرم پینا رو به این خانه در آمده است. پسرم تو میفهمی چی گفته ایستاده ای؟ شما دیوانه شده اید. بیماری فریده به همتون تاثیر کرده. افسون، ما همراه امینه در تاخانه قطرهای خون را دیدیم. غیر از این قلفی در تاخانه شکسته شده بود. گمان میکنم پینا رو به خانه در آمده است. وای، در خانه کامراهای بی خطری هستند؟ هست و یک چند مدت است که کار نمیکنند. با فکرم مادرم پینا رو دیده است، چون که زود نامی او رو به زبان میآورد. اگر اجازه دهید یک بار با خانم فریده صحبت میکردم. البته، لیکن او هیچ چیز نقل نمیکند. ما هم از او پرسیدیم، بغیر از پینور دیگر چیزی نمیگوید. به هر حال من با او صحبت کردن میخواهم. مایلش چه خیلی که شما خواهید. مرحمت. تو به این جای ها آمده است، اکنون چطور خوابمون میبرد. من درم رو قلف کرده کوشش میکنم که خواب کنم. شما نیز درتان رو قلف کنید. گوش میکنم. نقشه ایواز شد، با اون زن ضرر نرسون. سبب؟ کمیسر در اینجاست. خونه ای رو که من پنهان میشدم یافته است. از جروح قریب خبردار است. یعنی آهسته آهسته نزدیک شده ایستاده است. پس چیکار میکنیم؟ او رو آزاد میکنیم؟ این زن آزاد بگردد؟ نه، میمیرد. لیکن این کار رو ما نمیکنیم. ما نمیکنیم؟ پس کی میکند؟ خودکشی میکند؟ یا ما میکنیم و نشان میدیم که خودکشی کرده است؟ آن وقت این زن را کی به قتل میرساند؟ شرف با دستان خودش همسرش رو میکشد، او رو پینار گمان میکند. انا بعد من چوره فریده رو میبینم برای او عاقبتی خوب آماده کرده ایستادم. شرف آمده همسرش رو میکشد. چی آن شرف بیعقل است؟ بله بیعقل است، زیرا چه خیلی که گفتن انتقام چشم آدم رو کور میکند. کسی که به خونه میدارد پینار گمان میکند. ما تنها نشانه میگذاریم، اون طرفش رو خودش حل میکند. همینطور وقتی دقتی او به پینار میشود از احوال خونه بخبر میماند. یک روز میبیند که همسری بیمارش مرده است. وقتت خندید. با تو رحمم آمد. اگر با من گوش کنی نزد شوهرت میروی. در حقیقت رها میکنی؟ بله رها میکنم. میروی. خانم فریده،
برای پینا را یافتنم باید به سوالهای من پاسخ دهید. وگرنه امین را حمایه کرده نمیتوانم، یاسین را حمایه کرده نمیتوانم. آنها را در خاطر دارید؟ فرزندانتان را در خاطر دارید؟ بیهوده کوشش میکنید. من به شما باوری دارم. انشاءالله در مدت کوتاه شفا خواهید یافت. حیات بعضا به ما نیکی میکند، لطف میکند. از شما هم همین طور مینماید. لیکن کمی غیرت کنید، زیرا در اطرافتان نفرانی هستند که به شما احتیاج دارند. اگر یگان چیز را به خاطر آوردید، یاد دانید، التماس به من گویید. مگر نمیبینید که گفته نمیتواند؟ این چیست فریده؟ به من چیزی دادن میخواهی؟ با شما گفته بودم که امیدی نیست. هیچ امیدی نیست گفتن معنای انکار کردن رحمت خداوند را دارد. این طور نه تنها از خانم فریده بلکه از خداوند هم رو میگردانید. به فکر من پیش از همه شما به دعای احتیاج دارید. خیر میلش. شب خوش. شب خیر. شب خیر. شرف صحبت کردنم لازم. چی شد؟ در اصل من باید از تو پرسم چی شد؟ یگان نتیجه هست؟ یگان نتیجه نیست. کفت و کو کرده ایستادن. تو پیدا کردن پینور همین طور ترسیده میگردیم شرف؟ چیکار کنم آسون؟ با فکر تو چیکار کنم؟ یگان کار کن. من خاطرم من این طور زندگی کردن نمیخوام. تو باید که پینور رو نیست کنی. حاجتخانه و حمام در درون است. ناراحت نشو یاسین، هر قدری خواهی در اینجا است. هر وقت خواستی به بالا برآمده چای یا خوراک میخوری. سلامت باشید اکا. من این خوبی های شما رو چطور برمیگردانم؟ این طور نگوی پسرم. مرا چون عمکت و آسیا رو باشه چون خواهرت دان. خیر کمی استراحت کن. Ey benim nazlı cenanım, severim severim kimse bilmez. Bir ateş düştü ki başa, tüterim kimseler bilmez. Ey benim nazlı cananım, severim severim kimse bilmez. Bir ateş düştü ki başa, tüterim kimseler bilmez. Bak şu kalbimin içine saldı sevdayı başıma. Gece gündüz aşk ateşine yanarım yanarım kimse bilmez. Bak şu kalbimin içine saldı sevdayı başıma. Gece gündüz aşk ateşine yanarım yanarım
دختر جانم یک روی کرده خواب نرفت. پدرم را انتظار میشوم گفت. کنم پزمان شدم. با فکرم تو مرانه و این را انا این را پزمان شده ای. رفته بازی کن. خیر شب خوش پسرم. شب خوش خانم گلشن. تشکر. گوش کن پسرم، فکر نکن که من بیزور شدم. تا وقتی که هستم دخترت را نگاه میکنم، لیکن این طور نمی شود. باید در خانه یک خانم باشد، هر بگاه خوراک گرم پزد، روی به چین کند. آخر راست میگویم، تا کی تنها میگردی پسرم؟ من این گونه آدم نیستم اپای گلشن. با هر کس خانه‌دار نمیشوم. زن دلخواهم را نیافتم. غیر از این من سیله را به شخصی امانت میسپارم که با وجدان، دل صاف، مهربان و خوشرفتار باشد. اما نیست اگر این گونه آدم را شناسید و من خبر دهید. با فکرم خودت نمیخواهی پسرم. خیر شب خوش. به شما هم شب خوش. نمیدونم جونکم، وقتی با آخر رسید میفهمی؟ مثل بازی معما؟ بیا با پدرت یوریدی دخترم. شکلات رو نخوردی؟ بیا اکنون همراه این پاره ها رو به هم میگذاریم. در اونجا ایستا نگریز. تو بگویم ایستا. فریب خورد. تعقیب میکنه؟ حالا نه، لیکن میآید. پروا نکن. برای همین آهسته میرونم. با دقت باش باز دستگیر نشوی. پروا نکن. با خونه نرفته راه گم میزند. این عکسی کیست پدر جان؟ نمیدانم دختر جان، با فکرم از یگان زنی هست. شما او را میشناسید؟ نمیدانم، وقتی به آخر رسید میفهمیم.
شد خدا جزایش رو دهد. امروز خانه را که پینا در آنجا پنهان میشد از پیدا نبودیم. در غازتپه یک خانه خرابه بوده است. دیوارهایش ریخته گویا کسی نمیزیسته باشد. البته اینجا خانه پینار است. گوش میکنم؟ شما بخیر. من افسون باز کیا. مرحمت خانم افسون. یگان واقعه شد؟ وقتی که از خواب خیستم شرف در خانه نبود. ماشین رو گرفته رفته است. خیلی خاطر شدم. شاید به سیر و گشت برآمده است. نه گمان نمیکنم، زیرا از روزی رفتن شما دویم یک چیز میگفت. پینا رو یافته او رو میکشن. شاید به خانه پینا رفته است. من خاطرم. التماس کمک کنید. شما به او زنگ زدید؟ من زنگ زدم. تلفنش خاموش است. فهمم خانم افسون. من رفته میبینم. تشکر زیاد. سلامت باشید. دخترم چیزی نیست. تو خواب کن. تو را به خانه خاله گلشنم میبرم. بیا رفتیم. بیا جانکم.
در این وقت از بیرون میویی؟ بله، شرف رو میجستم. در این به وقتی به کجا رفته است؟ پینار او رو گرفته برده است. شاید سحری برگردد. او شوخی میکند. این زن از ما چی میخواهد؟ چرا ما را تعقیب میکند؟ نصیحت اینطور نبود آقای شرف. آخر شما به من قول داده بودید که بیخبر از من هیچ کار نمیکنید. فقط مکان زیستش را دیدن خواستم. در حالی که آن زن هر قدمی مرا تعقیب میکند من همینطور آرامیستم. امشب قریب بود که به خانه ام می‌درآمد. باوری دارید؟ رویش رو ندیدم، رویش رو پوشانده بود. لیکن باوری دارم که او بود. مرا دیده گریخت. تا بالای محله تعقیب نبودم. بعد ایزش رو گم کردم. فهمیدم. لیکن آقای شرف کاش پیش از اینجا آمدن به من زنگ میزدید. من یک چند پلیس را میفرستادم. آخر در نهایت کار به بخطری حیات شما ما جواب کردیم. این را باید در وقتش میکردید. پیش از آنه که آن زن در اطراف خانه میگشت. سلام علیکم. یک رقم رو دانستن میخواستم. دنیز گورمند. تشکر زیاد. شرف؟ شرف تمام شب در کجا بودی؟ خیلی خواطر شدم. اگر برای من خواطر میشدی مرا در مهمان خانه نمیخوردی. تو خودت را با این کارها رنج نده. من خواب میکنم میخیزم میدرایم و میبرایم. تو رو ناراحت نمیکنم. خواطر نشم. تشکر زیاد. دریا اینجا بیا. با فاطمه گوی 2 روز با شما استراحت میدیم. مایلش تشکر زیاد. حاضر به خبر میدیم. وقتی که شما از اینجا رفتید با فریده تنها میمونم. آنجا گذار. این کی شکست؟ نمیدونم. خودی دیروز تازه کرده بودم. سوس بود. عکسی درونش هم نیست. اون عکس با کی لازم است؟ مایلش تو برو. من صبحانه اش را با او میدیم. مادر جان، اون عکس رو شما گرفتید؟ مادر جان التماس این دفع نکنید وگرنه پدرم باز شما رو به بیمارخانه میفرستانند. اپای افسون پینور نیست. باور کنید آخر. چه قدره که میخواهی گپ زدن دیر کای میمورد که خلاص شد. شما چی گفتید؟ حالا این کم است. از روزی آمدنش همه رو از جانش بیزار کرد. یک زنی فرشته صفت رو دیوانه کرد. او به خانه بدبختی آورد. بیبی بس است اکنون.
ای دختر یک به احوالش نگر گویا مرده است مرده بیهوده به هر طرف نگاه میکند ما رو هم کدام روز میکشد ما رو هم کدام روز دیوانه کرده میکشد باروید با بیرون باروید بیبی دختری بی عقل خودت میدانی و همون مادری بمارد مادر جان زیق نشوید به سخنان بیبی هم اهمیت ندهید خداوند به شما عمری دراز دهد خوش آمدی پسرم. خوش باشه دپا. سیلا با مکتب رفت؟ بله حاضر رفت. دیر کردم از امنیت یغ زده بودن در محله تقسیم جنگ کردن تا صبح در آنجا بودم. صبحانه نکرده باشی آماده کنم. نه اپا نمیخواهم لیکن اگر یک پیاله چای میدادید خوشحال میشم. حاضر میارم. او با پنار چی ارتباط دارد؟ به خدا و زور او را به مکتب فرستادم تا تمام نکنم نمیروم گفت. این عکس رو که اینقدر پورا پورا کرده است این عکس کیست؟ افسون بازکایه. چی شد رفتید؟ فهمم 24 ساعت آنجا را نظارت کنید کوشش کنید کسی شبهه نکند کسی که به خانه خانم افسون رفت و آمد میکند به من خبر دهید